سلام بچه‌ها، چطوره بچه‌ها؟ امروز اومدیم با هم حدس تیم ملی بازیکنان. خیلی خوب بچه‌ها، لایک، ساب، کامنت، زنگوله بزنید و بریم سراغ این ویدیو. خیلی خوب، اولین تیم ملی میشه ایتالیا. از دوناروماش فهمیدم. خیلی خوب، این از دوناروما میاش ایتالیا. دروازه‌بانش ایتالیا دوناروماست. درست. این انگلیس از دروازه‌بان اورتون که معلوم انگلیسیه با هری کین. اونم آرنولد. بچه ها اینم آفریقاست. بچه ها لایک رو بزنید دیگه، خود چنلم ساب بکنید چون قراره ویدیوی بومب خفن تو راهه. بچه ها قراره با هم کریر مود، نجات تیم، اصلا چی بگم نمیدونم چی بگم، اینقدر ویدیو خفن تو راهه. بچه ها این آرژانتینه، از این شاید امیلیانو مارتینز. بچه من دسته PS4 هم خرابه و وقتی دسته PS4 جدید خریدم که قراره بخرم میخرم سری. خب بچه ها قراره با هم کریم ما همه چی رو بریم، مثلا عشق ساب کنید حتما. اینم نروژ، ارلینگ هالند. درست. خیلی خوب، این اسپانیا، نیکو ویلیامز. سمت راستم میشه لامین یامال، پدری فکر کنم اونم. خب پدری، بله اونا کاکارایا. این لیورپول. بچه ها راستی یادم بهتون بگم بچه ها بک‌گراند چطوریه؟ بهم بگید بک‌گراند ویدیو قبلی بهتر یا بک‌گراند این ویدیو؟ به نظر من این بک‌گراند عالیه. خیلی خوب، این بک‌گراند خیلی دوست دارم. ژاپن، فکر کنم باید ژاپن باشه یا لیورپولی. هاجی پشمام. کسی که از ایران دوتا کامبک کرد. دانمارک فکر کنم دانمارک. درست، دانمارک. دیگه کسی که امسال قهرمان یورو شد کیه؟ پرتغال و رونالدو. بچه به نظر من تو یورو که پرتغال خیلی خوبه، که برونو فرناندز، رونالدو، نونو مندز، همونی که یه تل بیمنده چیه بازی کنن. این ما مسئله مصر. لایکم یادتون نره. آلمان. حساب دوربینم درست کنیم. بچه تو داره آلمان درست من. یه سیبه میگه این همون بازیکنه که الان رفته بایر. کلمبیا. درست، الان رفته بایر. این بلژیک. بله، کورتوا، دیبراینه، دوکو بود. داره عروسکی جوشکل با نمکی. مراکش، یاسین بونو فهمیدم با دیاز، ابراهیم دیاز. این پارسیه کیه؟ ای اشرف حکیمی. مینم آراگوه بود. آراگوه نونیز. فکر کنم اون نونیز باید باشه. والورده اونم. درست.
بچه اینا چی هن؟ نمیشناسم فکر کنی نباید هم بشناسم نمیدونم مثلا من فوتبال اینا رو دنبال نمیکنم مثلا تیمایی که مثلا نیمه معروف و معروفن رو دنبال میکنم با لیگ ایران آمریکا اصلا بازیکناش اصلا معروف نیستن کسی نمیشناسه کراسی لوکا مادریچ میدونم این آناناس ولی اسم تیم ملیشو بلد نیستم بچه اینا تو کانادا بنویسید از ویدیوها راضید یا نه اگر راضی نیستی یا راضی هستید از من بگید که من بفهمم اینم ترکیه است آردا گولر ترکیه اینم هاکان چانهالوغلو اونم چیزی هاکان چانهالوغلو اون بارساست چرا بارسلونا اینجوریه نمیدونم چی میتونه باشه نمیدونم خدایا چیه این کجاش رو بارسلونا ها فکر کنم شبیه لوگو شبیه سوئیس تو سوئیس بود چی بود سوئیس بود فکر کنم آره سوئیس از دروازه‌بان دورتموند چی نمیدونم بچه ها یادتون نره تو کامنت ها هم از بک‌گراند بهم بگید هم از ویدیو خوشتون میاد یا نه بچه ها من تو موقعی که دستم دورشه نمیدونم کار انجام بدم فعلا داریم چنل رو میچرخونیم و داریم فکت و اینا فعلا میگیم تا ویدیو رسیدم نمیدونم واقعا نمیدونستم فکر کنم باید آخرین ویدیو اون باشه خیلی خوب بچه ها ویدیو تموم شد از من لایک کامنت زنگام بزنین تا ویدیو بعد خدا نگهدار بچه ها راستی اینم یادتون نره تو کامنت ها بگید از چه ویدیویی خوشتون میاد که بذارم با راجع به بک‌گراند تا ویدیو بعد خدا نگهدار